الو سلام زهرا، خوبی؟ سلام، خوبم مرسی. دختر چه مرگت شده؟ یه چند روزیه نه جواب زنگامو میدی نه جواب پیامامو، نه زنگی میزنی نه چیزی. چی شده؟ میدونی علی، من خیلی فکر کردم این رابطه دیگه مثل اوایلش نیست. تو دیگه مثل اون اوله منو توش نداری. و دنبال بهونه‌ام، نگو دوستم نداری، چون من بین دوست داشتن و سلامت و روانم توی لعنتی انتخاب کردم که الان مثل دیوونه ها داغون شدم. علی جان علی، برو به همه بگو که این رابطه دیگه تموم شد. برو بگو دیگه منو تو مال هم نیست. میدونی چیه؟ روم نمیشه به هیچ کسی بگم که ما با هم کات کردیم، چرا؟ چون انقدر خوبیات به این و اون گفتم که الان روم نمیشه بگم دیگه با هم نیست، ولم کرد و رفت. اصلا میدونی چیه؟ ایشالله به همون داغی بسوزی که منو سوزوندی. میدونی چیه؟ حرف آخرم اینه، منو وسط رای ول کردی که تمام این مسیر رو به خاطر تو شروع کرده بودم. بدرود یاره بی وفا.